نقد فیلم رگبار، نویسنده میهن بهرامی. بیل داشتم رگبار 1351 را پیش از تحسین جشنواره دیده باشم. پیش داوری ها مقداری از قدرت های تشخیص ذهن شخصی را بیرنگ می کنند. در اولین تفسیر، رگبار اثری است که به خاطر صراحت و صداقت سازنده‌اش ارزش بیش از تحسین جشنواره را دارد. چرا که همان گونه که گفتم می شود اثری را بدون پیش داوری بهتر کشف کرد. امروز زمانی است که درهای بسیاری به روی سینمای ما گشوده شده و این قسمت کوچک از فرهنگ ما جهشی نامناسب دارد که به هیچ وجه دیگری از پدیده‌های فرهنگیمان جور نمی آید و به همین دلیل سینما بیشتر با مسئله اسنوبیسم روبروست. تماشاچی که با آزمون‌های تازه و مختلفی روبروست چشم به قضاوت جستجو کنندگان دارد و جستجو کننده خود نیز ضابطه قابل اطمینانی در قبال قضاوت‌هایش ندارد. این قضاوت‌ها غالباً استعدادی هستند و ذوقی، به نظر و سلیقه‌های شخصی به اضافه مقدار محدودی علم و اطلاع تکیه دارند. بنابراین باقی میماند تلاش کننده در راه‌های تازه به عنوان کارگردان که خود ممتحنی است از طریق راه‌های بیشمار و تجربی و این نحو دورترین و سخت‌ترین راه حصول به یک نتیجه قطعی است. بیضایی این ممتحن آزمون‌های بیشمار است، از تئاتر گرفته تا سینما. ابتدا از حرکت بیضایی به سوی سینما متعجب شدم. او در تئاتر ایمان و تجربه ارزشمند داشته است. نمایشنامه‌های بیضایی طنز عمیق‌تری را حمل می‌کردند. نمونه اش نوشته خوب بیضایی است به اسم دیوان بلخ 1347. حرکت او به سوی سینما یک جبر زمانی است که حاصلش در بدو امر فیلم رگبار است. ببینیم که فیلم حاصل چه خصوصیات تازه است. مهمتر و بهتر از همه داستان فیلم برخوردار است از قدرت نویسنده‌ای که قبلاً به ارگانیسم موضوع نمایشی آشنا بود و اکنون می‌کوشد تا با امکان حرکت و فضای بیشتر کار خود را گسترش دهد. در این مرحله بیضایی موضوعی ساده را عنوان می‌کند و رفته رفته تار و پودهای فرعی و اجباری جامعه را بر آن می‌تند و از سادگی محض به سوی یک پیچیدگی رو می آورد. در این پیچیدگی او فقط اندکی کنکاش می کند. زمان فیلم برای تجزیه و تحلیل تمام مسائل کافی نیست و قسمتی از آنچه که او به طور ابتدایی مطرح کرده سرسری و چند جایی هم سربسته می گذرد. موضوعات فرعی و ریزکاری‌های بسیار محل مباحث اصلی را پر می‌کند، بی اینکه فراموش کنیم که این ریزکاری‌ها در بعضی موارد بازگو کننده دیده تیزبین و دقیق یک ناظر باهوش است. حسن کار بیضایی در این قسمت این است که خود به جای قهرمانش نمی نشیند و او را آزادانه رها می کند تا آنچه که خود می تواند بروز دهد. عیب کار بیضایی در این قسمت آن است که به جای چند پرسوناژ خرده پا حرفهای پیچیده و فلسفی می زند، مباحثی که با قالب ساده پرسوناژ به بعد سازشکارانه‌ای نمی رسد.
در این مرحله داستان از کندی و یک نواختی ابتدایی خود وارد جریان روانتری می گردد و شخصیت‌ها رنگ و جلای حیات می یابند. نگاه بیضایی به این آدمک‌های گوناگون نگاه یک کاریکاتوریست باهوش و رند است. گاه ملایم است و بسیاری اوقات خنده‌ای تلخ همراه دارد. می توان بیضایی را به آسانی اولین کاریکاتوریست خوب سینما دانست که برای حصول به یک نتیجه قابل قبول تجربه‌ای را آغاز کرده است و کارش به طور کلی برخوردار است از صراحت و صداقت منحصر به فردی که از کسی مثل او میتوان انتظار داشت، با خطاهای بسیار ناشی از تجربه کمش در کار سینما. از داستان که بگذریم، پرسوناژها این کمبود تجربه را نشان می‌دهند و دیالوگ بعد مسافتی دارد با طرحی که در اصل از شخصیت‌ها منظور شده. به عنوان نمونه، پروانه معصومی و شخصیتی که در رگبار ارائه می‌دهد. چهره و اندام این خانم برای سینما پدیده‌ای است استثنایی و من انتخاب او را به بیضایی تبریک میگویم. پروانه معصومی دارای تمام خصوصیات فیزیکی زنی است که در ایران متولد شده و سالها در فکر و ذهن ادبی ما زندگی می کرده است. من نمیدانم که این هنرپیشه تا چه حد رول خود را شناخته بوده و یا کارگردان چگونه او را هدایت می کرده، ولی می توانم به جرأت بگویم که حرکت و ارائه تیپ او در فیلم موضوع مشکلی بوده که فقط کسانی که زنان ایرانی را با تیپ‌های گوناگون نمی شناختند می توانستند قبول کنند این دختری است از یک طبقه پایین و تنگمایه اجتماع که در محله‌ای فقیر نشین که اجباراً گرایش دینی هم دارند زندگی می کند و به هیچ وجه چادر سر کردن که بلد نیست بماند. حرکاتش در حضور یک مرد فاقد آن شرم و حیایی است که معمولاً ما از دختران این طبقه انتظار داریم. کما اینکه زنان هرچند زن که در رگبار بودند، زنانی بودند با شخصیت‌های نامعین و طرح‌های مبهم. خانم خیاط در ابتدای داستان موجودی است شلوغ، سلیطه‌وار و تا حدودی که می شود دید می شنگد. در اواسط داستان این خانم بیماری است روانی که در توهم از ما بهتران وضعی اسف‌انگیز دارد. در پایان داستان دچار روشنگری پراگماتیستی فیلسوفانه‌ای است که به هیچ وجه به زنی از آن تیپ نمی چسبد. تصویر روی صورت مصمم و نگاه جدیش تأکید می کند و او می گوید دنبالش برو، اگه حالا نری هیچ وقت دیگه نمیتونی. و این زن ادیبانه و روشنگرانه عشق را تحسین می کند و می شناسد و کلماتی که برای تأیید فکرش می گوید با رفتار و گفتار قبلیش به هیچ وجه ارتباط و شباهتی ندارد. باز به دختر جوان برمیگردیم. او از اولین برخورد و ورود به دفتر مدرسه چادرش را روی شانه می اندازد. به وضعی مبالغه‌آمیز خود را به گیجی و عصبانیت می زند و صحنه‌ای کشدار و پر از حرکت و چرخش را بازی می کند. شاید برای اینکه غالباً بتوانیم سرخ جذابش را که بهتر از تمام صورت اوست ببینیم و شاید هم لازم دیدند که در اثنای دیالوگ حرکت بیاورند که صحنه یک نواخت نباشد. به هر حال آن وضع پختگی و عمقی ندارد و این چادر از سر انداختنها و اصولاً فراموش کردن وضع تیپی که ارائه شده در سراسر فیلم ادامه دارد.
و خیلی بعید است اگر بخواهیم قبول کنیم که کارگردان توجهی به نمایش موهای زیاد هنرپیشه خود را ندارد، در آن حد که موقعیت و شخصیت داستانی خود را از یاد برده. من مطمئنم که اگر دختری با چنان اطوار و وضع در چنان محله‌ای زندگی کند، ظرف 2 روز او را سر دست میبرند. در اینجا مسئله نگرش کلی بیضایی به پرسوناژها بار دیگر مطرح می شود. شخصیت‌ها خصوصاً در مدرسه و تا حدی در محله کاریکاتوری طراحی شدند. به تدریج و به نسبت حرکت داستان این حالت تشدید می شود تا در شب مهمانی منزل آقای مدیر و جشن مدرسه که به اوج می رسد و سپس با یک نزول ملایم و تدریجی باز به طراحی ساده و اصلی وصل می شود. آیا این تعهد فیلمساز است؟ اگر تعهدی در کار بوده، شروع و اوج و نزول به اندازه کافی پختگی ندارد و بی تجربگی آن را نامحسوس کرده و اصولاً چه استفاده ای از این طرح به دست می آید؟ و اگر تعهدی در کار نبوده، تداخل طرح‌های طنزآمیز شخصیت‌ها در هجوم کاراکترهای رئالیستی یک نوع آشفتگی تصویری می آورد. خیلی سخت میتوان پیرمرد باربر را که خوب طراحی شده بود با مادر گنگ و بیمار دختر جوان که کاری ساده و محکم ارائه میدهد و در کنار خانم معلمی که مسائل را از نظر فیلمساز به لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی میسنجید نشاند. و همچنین مردی که از یک معلم ساده گرفتار مدرسه به یک فیلسوف مکتب هراکلیت تغییر ماهیت میداد. یا خود آقای حکمتی که صادقانه در چارچوب بلاهتی افتخارآمیز باقی مانده بود را در لحظه‌هایی به عنوان سمبل پذیرفت و در زمانهایی به عنوان یک نمونه عادی و جزئی کاراکتر اجتماعی. این مسئله از ارزش کار بیضایی و درک خردمندانه او چیزی نمی‌کاهد، بلکه نارسایی و ناهمخوانی تنها مولود کمبود تجربه است و بس. از این موارد در فیلم رگبار فراوان است و همانطوری که اشاره کردم دیالوگ به این مسائل کمک می‌کند. شاید مفاهیم از نظر سازنده درست انتخاب شده باشند، ولی قالب آنها سیال و چسبان نیست. کودک 7-8 ساله‌ای که برادر است گاه مثل صحنه خوبی که روی پله ها دیدیم با سوسک‌ها سرگرم است و گاه فیلسوفک شجاعی است که بیانی صریح و تیز دارد. همچنان که خود دختر هم گذشته از خصوصیات فیزیکی و حرکتی نامانوس با تیپ ارائه شده در داستان فکری بالاتر از یک شاگرد خیاط خانه دارد، چرا که به حرکت سرنوشتش به سمت یک تاریکی تلخ ناشی از حقشناسی خالص واقف است و همچنین در کنار ساختمان زندگی سخت و دردناکش مثل ناظر بیگانه‌ای به تماشا ایستاده و آن را توصیف می کند و با مادر گنگش چنان حرف می زند که در تئاترهای چند سال پیش به سبک کلاسیک روشنفکرها حرف می زدند و با وضعی کاملا عادی و مأنوس نیمه شب مرد جوانی را به خانه میبرد و با او و با مرد دیگری هم که دوستش دارد رفتار آنچنان آشنا و بی‌تفاوت دارد که انگار در مدارس آمریکایی تربیت شده. این دختر چطور میتواند از زیرگذر و بازارچه عبور کند؟ چطور میتواند با آن دستهای ظریف و ناخنهای مانیکور شده زحمتکش خانواده باشد؟ شک نیست که او با چادر بیگانه است، چون نمیتواند آن را روی سر نگه دارد. حرفها و حرکاتش هم با دستهای ظریف و کار نکردهش میخوانند.
پس در بطن آن زندگی سخت و تلخ که ما ناظرش میشویم موجودی است عاریتی و بیگانه، همان گونه که عشقش کریم آقای قصاب. این شخصیت با وجود یک کوشش خوب در ارائه یک بازی روان، پس از کتک زدن آقای حکمتی اندک اندک از قالب ارائه شده خارج می شود و در صحنه مست بازی و استفراغ و عقده گشایی و گریه شباهتی به قصاب داش معاب عاشق پیشه ندارد. در میان همه این سکانس های اصلی که تا کنون نام برده و از آن گذشته ایم، ریزکاری ها و نکته های ظریفی جایگزین شده که فکری عمیق و بیانی تیز و صریح حاکم بر آنهاست. برای یادآوری از امتحان زور بازوی کریم آقا یاد می کنم. از صحنه‌ای که او چاقوها را یکی یکی از جیب در می آورد و دور می ریخت. خب این همه به جای خود، ولی چرا کارهای اصلی غالباً در بطن ریزکاری ها گم شدند؟ آیا این یک سبک کار نویسندگی نیست؟ بدون شک همان گونه که فکر خلاق بیضایی در پدید آوردن مجموعه‌ای قابل سنجش در رگبار موفق شده، این فکر قهراً و اجباراً در بدو تجربه تازه‌اش گرفتار وضع پیشین خود بوده است و اگر فراموش کنیم که فکر حق دارد در مدتی طولانی به سبکی خوب گیرد و آن نحوه خود را داخل کارهای دیگر هم بکند، اصلی طبیعی و قطعی را نادیده گرفته ایم. بیضایی با داستان خود حرکت می کند، از زاویه‌ای و نقطه‌ای مفروض و به پهنه‌ای میرسد که موضوعات و فرعیات مخلوط می شوند و مکس‌ها و نکته‌ها و تأکیدها روی فرعیات فرود می آیند و قابل ذکر است که این نکته‌ها غالباً شاعرانه اند و بیان فیلم به کلی شاعرانه است. با این توصیف که شعر در سینما گفته شده برای سینما. فکر بیضایی در تلاطم شوق پدید آوردن یک تأثیر محکم و صریح به کمک سرعت و حرکت سینما یک فکر استثنایی و تازه است. فکری است که من حداقل امیدوارم وقتش به فکر کردن راجع به پلاک طلایی جشنواره تلف نشود. رگبار در مجموعه‌ای متراکم از نظریات و تیپ‌ها، در نوسانات محسوسی از گرفتاری‌ها، محدودیت‌ها و کمبودهای تجربی دارای مشخصه یک اثر سینمایی است، حتی با اینکه در مجموع کند است، یا به دلیل آنکه این کندی محصول اتناب و حواشی فراوانی است که در خلال موضوعات اصلی گنجانده شده. بیضایی اگر بعد از تئاتر در سینما هنوز بار ذهن خود را حمل می کند و نمی تواند به یک باره از آن رها شود، شاید این شانس را به سینما داده باشد که میزانسن‌های استثنایی و تازه‌ای را به دیدگاه فیلم عرضه کند و تفکر و تعمقی را که تئاتر به راحتی به تماشاچی منتقل می‌ساخت در نگرش و نحوه تازه‌ای به سینما راه داده باشد. رگبار برای بیضایی آغاز خوبی است در سینما، ولی شاخص همه توانایی او در این راه نیست. این فیلم عرصه وسیعی را مطرح می کند که بیضایی انگار در آن تزهای متعددی را ارائه داده و منتظر فرصت نشسته تا به تفصیل در فصلهای آینده هر یک از آنها را تشریح و تفسیر کند. سختی کار او این است که بعد از این چشمها با دقت و کنجکاوی بیشتری آثار او را خواهند نگریست و بیضایی در راه مشکل آینده تنها از سوی سربالایی آن باید حرکت کند.